حالا که قسمت دوم فصل دوم سریال سورانس رو دیدین، حتما این سری سوال جدید براتون پیش اومده. مثلا آقای درامن کیه؟ ممکنه هلی که اومد تو شرکت نسخه بیرونی باشه. اوین پشت تلفن با کی صحبت می‌کرد؟ آیا هلی و مارک با هم نسبت خانوادگی دارن؟ و رابطه اروینگ و برت تو دنیای بیرون چیه؟ قراره به همین سوالات تو این ویدیو جواب بدیم. اگه هم چیزی رو اشتباه گفتم به دل نگیرید، اینا فقط احتمالات قوی هستن که میگم. درود دوستان، محمد هستم، به کانال فیلمنامه خوش اومدین. من قراره کل قسمت‌های فصل دوم این سریال رو بررسی کنم. برای فهم بهتر کلماتی که به کار میبریم، این توضیح رو بدم که ما هم به نسخه داخلی افراد اینی‌ها و به نسخه اصلی یا خارجی اونا اودیا میگیم. قسمت دوم از جای شروع میشه که فصل اول تموم شد، ولی این بار فقط دنیای بیرون رو نشون میده. اودی مارک دوباره کنترل به دست میگیره و اعضای گروه کتابخونی ریک کاملا گیج میشن که چرا مارک یه دفعه فریاد زد اون زنده است. این جمله به همسر مرده مارک جما اشاره داره که اودی مارک نمیدونه هنوز زنده است. البته ما هم مطمئن نیستیم که خانم کیسی همسر مارک باشه، چون مارک تو این قسمت توضیح میده که خودش جسد جما رو بعد تصادف ماشینش دیده و تایید کرده که مرده. پس همون نظریه کلون بودن خانم کیسی قوی تر میشه. اگه به تیتراژ جدید دقت کنید، میبینید که یه ماشین توی دریاچه یخزده سقوط کرده. شاید این چیزی باشه که برای جما اتفاق افتاده. پرونده اون به اسم کولد هاربور یا همون بندر سرد هم شبیه همین اتفاقه. نظریه اصلی اینه که کارمندای بخش اصلاحات حافظه دارن خاطرات جما یا خانم کیسی رو کنار هم میچینن تا توی چیپ جداسازی ذخیره کنن و هدف بلند مدتشون اینه که یه روز کیر ایگان رو به همین روش دوباره زنده کنن. یه نکته جالب اینه که مارک تو شوخی با خواهرش اسمش رو پرسفنی صدا میزنه که تو اساطیر یونان به معنی آورنده مرگ و نابودیه. نویسنده‌های سریال خیلی روی اسامی کاراکترها و مکان‌ها دقت دارن. مثلا اسم کیر ایگان از واژه تو زبان گایلیک گرفته شده که به معنی تاریک هستش، که برای بنیانگذار شرکتی به اسم لومن به معنی نور خیلی عجیبه و داره تضاد بین ظاهر و باطن لومن رو نشون میده. یعنی که اروین توی ساختمان به اسم لئونورا زندگی میکنه که معنیش نور میشه، ولی همیشه میبینیم که تاریک و سوتوکوره. برای اولین بار که اودی هلی یعنی هلینا رو میبینیم، دستش رو به گردنش میکشه. این میتونه اشاره به تلاش خودکشی هلی با طناب باشه. از اون طرف اینی هلنا با خرابکاری که تو مهمونی کرد، رابطه‌اش رو با پدرش خراب کرد. پدر هلینا که رئیس لومنه سرش داد میزنه و بهش میگه بچه بوگندو و بهش طوری نگاه میکنه انگار یه حس تنفری از قلب به هلینا داشته. این رفتار با اون تصویری که از یه پدر مهربون تو آخر فصل اول دیدیم خیلی فرق داره. ظاهرا اون یه پدر سختگیره که فقط وقتی دخترش برای شرکت کار مفیدی انجام بده محبتش رو نشون میده. شاید برای همین هلینا اینقدر تلاش میکنه که محبت پدرش رو به دست بیاره، ولی در اصل با هدفی که شرکت داره مخالفه. یه نظریه جذاب اینه که هلی که تو قسمت اول دیدیم وارد شرکت شد، در اصل هلینای اودیه که مخفیانه به جای اینیش وارد شده. اگه دقت کنید اون حتی نمیدونه چطور کامپیوترش رو روشن کنه، در حالی که چند هفته است داره تو شرکت کار میکنه. یا اینکه دروغ میگه تو دنیای بیرون با یه باغبون شب صحبت کرده و رفتارهای عجیب مثل بغل ناشیانه مارک بعد از آسانسور، در حالی که فقط 39 دقیقه قبل بوسش کرده بود. هلینا تو این قسمت فیلم‌های دوربینای امنیتی رو نگاه میکنه. این شاید توضیح بده چرا تو فصل اول اینقدر از روش‌های نظارتی لومن خبر داشت، چون اینجا میدونست تو اتاق استراحت میکروفون نیست. این موضوع وقتی جالب‌تر میشه که آقای درامن که به نظر میاد یه جور مأمور حل مشکل برای خانواده ایگان باشه، وقتی میشنوه که قرار هلی رو برگردونن، نگاه خاصی بین اون و هلنا رد و بدل میشه. انگار قبلا در مورد این موضوع حرف زدن. این قسمت دروغای میلچک رو از اپیزود قبل رو میکنه. اون به مارک گفته بود که 5 ماه از اتفاقات معروف به شورش کارمندان کلانداده‌ها گذشته و کارمندان جداسازی شده به عنوان قهرمان تو دنیای بیرون شناخته شدن. حتی به افتخارشون یه مراسم بزرگ هم برگزار شده. اما واقعیت اینه که فقط 48 سال از زمانی که مارک همکار جدیدش رو ملاقات کرده بود گذشته. این موضوع توضیح میده چرا میلچک تازه در حال نقل مکان به دفتر جدیدشه و کامپیوترش هنوز به روز رسانی نشده که بهش بگه سلام آقای میلچک. ظاهرا شورش اینی‌ها تو دنیای بیرون تاثیر خیلی بدی روی لومن نذاشت. فیلمی که از رفتار عجیب هلی توی مهمونی لومن ضبط شده بود به وسیله شرکت مصادره شده و ناتالی که مسئول مدیریت رسانه هاست این موضوع رو جمعش کرده. هلینا ویدیو ضبط میکنه و توش میگه رفتار عجیبی که داشته نتیجه ترکیب الکل و دارو بوده و بابتش عذرخواهی میکنه. اما این سوال پیش میاد که این ویدیو دقیقاً برای کیه؟ هیئت مدیره، رسانه‌ها یا شاید فقط سرمایه‌گذاری که تو مهمونی بودن؟ جالب‌تر اینه که این ویدیو روی تلویزیون قدیمی ضبط شده. لومن یه شرکت میلیاردیه، انتظار تجهیزات مدرن‌تری داشته باشه. اگه به پارکینگ لومن نگاه کنید، همه ماشین‌ها مدل دهه 80 میلادی هستن. شاید اصلا دنیایی که داستان توش جریان داره یه دنیای موازی باشه شبیه دنیای ما، اما متفاوت. برای اینکه این نظریه رو اثبات کنم چند تا دلیل دارم. تو ویدیو معرفی لومن گوینده میگه این شرکت تو تمام 206
136 کشور دنیا شعبه داره، اما دنیای واقعی ما فقط 195 کشور داره. پلاک ماشینا هیچ ایالتی رو نشون نمیده، فقط عکس کیرایگان و عبارت لاتین رمدیوم هومینیبس به معنی درمانی برای بشریت روشه. دفتر مرکزی لومن تو ایالتی به اسم پی ای قرار داره. توی آمریکاش ایالتی با این مخفف وجود نداره، اما این اسم روی بطری داروی لومن یه مقاله توی آپارتمان اروینگ و آدرس برت دیده میشه. توی ادامه ماجرا بقیه دروغای میلچک هم مشخص میشه. اون به مارک گفته بود که هیچ کدوم از همکاراش نمیخوان به لومن برگردن، اما واقعیت اینه که اونا اخراج شده بودن. حالا بریم سراغ رازای اروینگ. اون شخصیت مرموزی داره. وقتی میلچک میاد که اون اخراج کنه دروغ میگه و نمیگه که شب شورش اینیا وقتی بیدار شده در حال کوبیدن در خونه برت بوده. تو فصل اول دیدیم که آودی اروینگ داشت در مورد لومن تحقیق میکرد. یه جعبه تو اتاقش بود پر از اسمای کارمندای جداسازی شده و این نقشه از شهر همراه با اسم کارمندا مثل برت. اروینگ اینجا از یه تلفن عمومی استفاده میکنه و نگران اطرافشه، انگار کسی دنبالش باشه. اون جمله عجیبی میگه: گوشی رو جواب نمیدی؟ فهمیدم، فقط میخوام بدونی که اینی من پیام رو دریافت کرده. حالا باید ببینیم به کی زنگ میزنه. اولین حدس من اینه که اروینگ به برت زنگ زده باشه. شاید برت داشته از دور بهش نگاه میکرده و به همین دلیل جواب نمیداده. ما هنوز نمیدونیم که آودی اروینگ بعد از بیدار شدن جلوی در خونه برت چیکار کرده، اما با توجه به اینکه اسم برت رو نقشه اروینگ بوده این احتمال وجود داره که این دو نسخه آودی همدیگه رو بشناسن و همون شب با هم مکالمه داشتن. اگه این دو نفر تو نسخه اینی عاشق هم بودن ممکن تو نسخه آودی هم رابطه عاشقانه داشته باشن. این ایده که دو نسخه‌ای که ذهنشون جدا شده اینی و آودی کم کم با هم ترکیب بشن توی نقاشی اروینگ دیده میشه. چطور اروینگ از آسانسور با مثلث قرمز خبر داره. میلچک به مارک میگه که اینیش عاشق شده و این عشق ممکنه به زندگی آودی هم نفوذ کنه. البته شاید این فقط یه تاکتیک برای قانع کردن مارک به برگشتن باشه. حالا اگه تماس اروینگ با برت نبوده این احتمال وجود داره که ممکنه این پیام برای رابی باشه، همون زنی که به پتی توی فصل اول برای ادغام مجدد کمک کرده بود و ظاهرا عضو گروه ضد شرکت لومنه. اما وقتی اروینگ میگه میخوام بدونی که اینی من پیام رو گرفت، منظورش چیه؟ از اون جایی که آودی اروینگ میدونه بدنش به وسیله اینیش تصرف شده بود، یعنی اینی اروینگ فهمیده که لومن اون چیزی که ادعا میکنه نیست. یادته که تو فصل اول اروینگ بزرگترین حامی کیرو عاشق لومن بود ولی آخرش میخواست اونجا رو نابود کنه. میشه گفت اینیش پیام رو گرفته. دلیل تغییر عقیده اروینگ هم بازنشستگی برت بود. حالا این سوال پیش میاد که آیا این بازنشستگی به وسیله نسخه‌های عادیشون برنامه‌ریزی شده بود؟ خانم کوبل حالا به عنوان رئیس جدید شورای مشاوره جداسازی منصوب شده. این خانم کوبل بود که وقتی اینی‌ها کنترل بدنشون رو به دست گرفتن لومن رو خبر کرد. تو جلسه هلینا و خانم کوبل اون میگه که هلینا و لومن ازش میترسن. ظاهرا این ارتقا فقط یه ترفند برای زیر نظر گرفتنشه. اما چرا لومن ازش میترسه؟ میدونیم که هارمونی کوبل یه ارتباط خاصی با خانواده ایگان داره. اون تو خونه‌اش یه جور محراب مخصوص داشت. یه عکس از کیرو نگه داشته بود و سرود ایگان رو از حفظ میخوند. اول نظری اینه که هارمونی فرزند نامشروع یکی از اعضای خانواده ایگان باشه. حالا چرا هارمونی اینقدر به شرکت وفاداره و چرا اینا میخوان اونو نگهش دارن؟ شاید برای جلوگیری از فاش کردن رازهای شرکت و لکه‌دار شدن نام خانواده ایگان باشه. یه نظریه قوی هم هست که میگه هارمونی هم تفکیک شده. تو اتاق مربوط به سیستم استقرار اضافه کاری اسم هارمونی اس دیده میشد. این میتونه به هارمونی سلویک اشاره داشته باشه. اگه هارمونی خودش هم تفکیک شده باشه این تفاوت‌های شخصیتیش رو توضیح میده. اون تو محل کار خیلی حرفه‌ای، جدی و تقریبا شبیه به یه فرمانده عمل میکنه، ولی تو خونه‌اش یه رفتار کودکانه داره با موهای بافته و لباس سفید شبانه. تفاوت تعریفش درباره مادرش هم مشکوکه. نسخه بیرونیش مادرش رو یه کاتولیک متدین توصیف میکنه در حالی که نسخه داخلیش میگه مادرش یه بیدین بوده. نظریه بعدی اینه که مارک پسر هارمونی باشه و شاید حتی خودش هم از این موضوع خبر نداشته باشه. این موضوع میتونه توضیح بده که چرا اون به طرز عجیبی از مارک محافظت میکنه، کنار خونه‌اش زندگی میکنه، مراقبشه و حتی براش کوکی میپزه و کلید خونه‌اش هم داره. تو فصل اول دیدیم که دیون با همسر یه سناتور ملاقات میکنه که چند روز بعد از زایمانش حتی به یاد نمی آورد که کجا و چطوری بچه دار شده بود. احتمالاً به این دلیل که تو طول بارداری تفکیک شده بود. اگه این ممکن باشه شاید یه فرد تفکیک شده بتونه بدون آگاهی خودش بچه‌ای به دنیا بیاره. اگه مارک بخشی از خانواده ایگان باشه ممکنه واکنش شوکه شده هلنا به دیدن بوسه مارک و هلی رو توضیح بده. شاید کار اونا شبیه بوسیدن یکی از فامیلای درجه 1 باشه. آخرین قسمت هارمونی با چمدون بزرگ خونه‌اش رو ترک میکنه. هنوز مشخص نیست که اون پیشنهاد لومن رو برای برگشتن قبول کرده یا نه، اما به نظر میرسه که واقعا نیاز داره فرار کنه. حتی به سوالای مارک هم جواب نمیده و تفره میده و تقریبا نزدیک بود اونو زیر بگیره. میلچک که جایگزین هارمونی به عنوان مدیر طبقه میشه به نظر میسه یکی از مهره‌های اصلی لومن باشه. این قسمت اون بیشتر وقتش رو صرف استخدام و اخراج افراد کرد. گذاشتن کلاه ایمنیش رو میز هم خیلی عجیب بود. احتمال زیاد داره که یه دوربین مخفی برای جاسوسی از کارمندا تو کلاهش داشته باشه. میلچک به مارک دروغای مختلفی میگه تا اونو متقاعد کنه که به شرکت برگرده. جالبه که مارک برخلاف دیگران اخراج نشد که این سوال رو به وجود میاره چرا لومن اینقدر به نگه داشتن اون علاقه‌منده. ظاهرا اون تونست تیم خودش رو هدایت کنه تا به حد تعیین شده دست پیدا کنه که به
احتمال زیاد به ارتباطش به خانم کیسی ربط داره و هلنا میگه که اونا به برگشت مارک نیاز دارن تا کار پروژه کولد هاربر خانم کیسی رو کامل کنه. دیون مارک رو برای نهار به رستوران پیپ دینر میبره که واژه پیپ لقب یکی از مدیر عاملای قبلی لومن بود. شاید براتون سوال باشه چرا مارک علاقه به تحقیق در مورد موضوع احتمال زنده بودن جما نداره. خب چون مارک بدن بیجون اونو دیده و به یاد آوردن این موضوع براش خیلی دردناکه. وقتی خواهر سعی میکنه از ماجرا سر در بیاره، مارک عصبی میشه. همون موقع آقای درامن که حتما مأمور زیر نظر گرفتن مارک داره گوش میده و خالکوبی فرلیک روی دستش هم یکی از شعارهای کیره. ممکنه متوجه اختلاف زمانی عجیبی که موقع ورود و خروج مارک از آسانسور نشون میده شده باشید. روز اول مارک ساعت 9:04 صبح وارد میشه و ساعت 5:12 بعد ظهر خارج. روز دوم زمان ورود مارک رو نمیبینیم، اما نگهبان امنیتی بهش صبح بخیر میگه و زمان خروجش هم طبق معمول 5:20 بعد از ظهره. روز سوم مارک ساعت 9:03 وارد میشه و 12 بعد ساعت 9:15 صبح خارج میشه. این همون روزی که تو قسمت اول فصل میبینیم که تلاش میکنه با هیئت مدیره تماس بگیره و میلچک اونو زودتر از شرکت بیرون میکنه که فکر میکنه داره اخراج میشه. روز بعد ما میبینیم که همکار جدید مارک اخراج شدن و دیلن، ایر و هلی دوباره به کارشون برگشتن. یه سری نظریه هم درباره تریلر و آینده سریاله. به نظر میرسه مارک دچار نوعی بیماری باز هم پیوستگی شده یا بخش‌های مغز تفکیک شده در حال ترکیب شدن هستن و صحنه‌ای ازش می‌بینیم که همزمان لباس‌های کاری و غیر رسمی پوشیده. نسخه داخلی مارک پوسترهای گم شدن خانم کیسی رو درست می‌کنه و حتی سعی می‌کنه به بخش‌های دیگه شرکت بده و از اونها کمک بگیره، مثل بخش نگهداری بوزا. یه جا هم مارک توی رستوران آسیایی دیده میشه و زنی که تو پس زمینه هست هلناست. همونطور که می‌دونیم همکارای هیچ کدوم بیرون با هم ارتباط نداشتن، ولی ظاهراً تو قسمت بعدی بیرون هم با هم ارتباط میگیرن. خب ممنونم که از من حمایت میکنید، کانال رو سابسکرایب کردین، لایک و کامنت هم فراموش نشه. حتما نظرتون رو برای من و بقیه بنویسین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. فعلا تا بعد.